تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. 30 سال پیش زمستان سال 1993 صحبت داشتیم با شاعر و روزنامه‌نگار معروف تاجیک نفسبک رحمانی که یکی از دوردانه‌های گنجینه صداها در رادیوی آزادی است. 2 سال بعدش نفسبک از طرف فرمانده نیروهای مخالف دولت یا اصلا گویم یک جنگ سالار یاغی و سرکش که هم گفته می شد خدمتگار یا جاسوسی خدمات امنیتی روسیه بود، بی‌رحمانه کشته شد در افغانستان. مزارش آنجاست. نفسبک یک آدم قد بلند یا بهتر از گفته شود سربلند شبیه قله های بدخشان بود. مصاحبه ما با او می شود گفت تصادفی و سری راهی در مسکو به میان آمد، ولی خیلی پرمحتوا و دردناک بود. در پایان صحبت از او خواستم چند شعر نوش را بخواند. خواند. شعر و رباعی هایی که دردهای آن دوره را در خود گنجاندند. اینجا رادیوی آزادی، شنوندگان محترم، در چند گفتار خود ما با شما وضع کوهستان بدخشان را مطرح کرده بودیم و گفتار آخرین ما در این بابت در خصوص محاصره اقتصادی که از جانب رژیم دوشنبه نسبت بدخشان پیاده شده است دخل داشت. امروز ما و شما امکانیت داریم که از زبان شاهد زنده، از زبان شخصی که دیروز از بدخشان به مسکو آمده است، راجع به وضع امروزه مردم در این دیار کوهستان آگاهی کامل پیدا کنیم. همصحبت ما خبرنگار، سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان، سابق کارمند روزنامه معارف و مدنیت که دیرتر روزنامه معلمان آموزگاران، شاعر و پوبلیسیست تاجیک که تاجیکان او را خوب میشناسند، نفسبک رحمانی است. حالا از ایشان سوال میکنیم که بدخشان چه حال دارد؟ بدخشان ما از چون یک پاره جدا نشونده تاجیکستانی عزیز امروز مثل تمام خاک ماتم زدش روزهای سختی را سر می‌گذراند، در حالی که حکومتی به نام قانونی امروز توجهی به بدخشان ندارد و تنها برای ظاهراً به رسانه‌های خبری یا به مردم نشان دادن یک چیزای پخش میشه در مورد بدخشان، اما در اصل واقعاً ما دلیل‌های هم در دست داشتیم که به بدخشان یک ذره هم کمک از جانب حکومت امروز به نام قانونی رسانیده نمی شود. مردم بدخشان یک سرفرازی، این نمیدونم که دستی تقدیر است، از حضرت امام دارن که سر موقع از مواد آذوقه، از مواد غذایی از اونا خبرگیری میکند و خدا را شکر که در مرز گرسنگی نیستند. اما یک چیز دیگری است که وضع ناآرام تاجیکستان به واسطه وضع سیاسی به وضع اقتصادیات خیلی تاثیر عمیق میرساند و این را در شکست روحی مردم و در اون مردمی که کسای زیادشون را گم کردن و کسای زیاد کشته شدن، زیر خاک خوابیدن، این با اون آورده رسانده که بی‌حاکمیتی کامل است. بی‌حاکمیتی کامل در چه مورد؟ از دوشنبه در هر دفعه‌ای که یک دفعه طیاره به بدخشان بیاید، فرمان‌ها و دستورهای زیاد میاد که همشون کاملا اجرا نمیشن برای که شرایط اجرا شدنشون نیست. بدخشان خدا را شکر از طرف قرقیزستان که خوب خیلی سخت برای مردم ما تمام میشد، با تجارت میشد یک وضع اقتصادی خودش را تا اندازه پیش ببرد و چرخ معیشت خانوادگیش رو بگرداند. اما در حالی که ما بگوییم که وضع واقعی خوب است و یک چیزی میتونه کرد، این چیز نیست. برای که شرایط اقتصادی، شرایط ولنگار اقتصادی در روی ویرانهای شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی بنیاد شده و خودمون خوب میدونیم که در این دو عامل وابسته یکدیگر هستند
و اگر با این راه با این مسیر ما باز چند مدت دیگر پیش بریم، فکر نمی کنم که وضعیت سیاسی بدخشان که گویا امروز مربوطی تاجیکستان است خوب نیست و این تا روز به روز دور شدن مردم از هم دیگر است. حکومت از یک جانب فقط از یک روزنه، نمیدونم از کدام روزنه، این از روزنه ازبکی است یا از روزنه روسی است، به اون نگاه میکند، اما هیچگاه از روزنه تاجیکی به اون نگاه نکرده تا مشکلات خودش رو در اون دیده باشد و این گناه خودشان هم نیست، برای که حکومت امروزی تاجیکستان درک این چیزها را ندارد و طوری که در مورد افتتاح نیروگاه برقی پامیر اول رئیس شورا امام علی تشریف آورده صحبت کرده بود با مردم و گفته بود که من یک مرد دهقانی هستم و با سیاست اصلا کاری ندارم و مرا مجبور ساختن که من در اینجا باشم. خوب ما هم میدونم دلمونم با حالش میسوزد، اما چیکار کنیم که خود کرده را دوا نیست. امید داریم، ما مردم روشنبین هستیم، مردم خوشبینی هستیم، به نیروی مردم واقعا تاجیک که در شریانشون خونی تاجیکی جریان دارد واقعا باور داریم و از پروردگار متعال امید داریم که روز ما تاجیکان را که اینقدر سختی ها را پشت سر کردیم به روز خوشی کشاند و تا باز ببینیم که ما و با تاجیکستان چه کارهای خواهیم کرد. مطبوعات تاجیکستان و دیگر رسانه‌های خبری از جمله رسانه‌های خبری روسیه چون اخبار پخش میکنند که آن آوارگانی که در تیر ماه و زمستان سال 1992 به بدخشان روی آورده بودند، پناه یافته بودند در این منطقه، به منزل‌ها و یا که به موقعیت استقامت دائمی خود برگشتند و فعلا در بدخشان گریزه ها نیستند. آیا این درست است؟ نه، این خوب اصلا نیست، برای که زبان که استخوان ندارد و اونا خوب میدونن که چی بگن. واقعا مردمی هم بودن که ماه سپتامبر و بعد چند هم نزدیکی های سال نو عیسوی به دوشنبه برگشتن و خواستن که به سرپناه خودشان برن، اما چون اونجا از خانه‌های ولنگار و تاراجگسته چیزی پیدا نکردن و همش زیر تحقیر و توهین اساکر به نام جبهه ملی قرار گرفتن، دوباره به بدخشان برگشتن. خیلی زیاد هستن و باز چند نفر دیگر هم که چند مدت بر نگشتن و با نمیدونم کدام یک چی اتفاق رخ داده که فرار کردن از منطقه ریگاری تاجیکستان به نام زندان‌های مخوفی که امروز حضرت امام علی اونا را از موجودیت اونا انکار میکند، برگشتن و روزنامه بدخشان هم در این مورد شاید اخبار مفصلی را چاپ کنن و این روزنامه انشالله به مسکو هم خواهد رسید. اما وضع خوب نیست و کسی هم که به دوشنبه میره دوشنبه اول را پیدا نمیکند، برای که بی‌حاکمیتی کامل، توهین، تحقیر در هر قدم است. من خودم هم که در ماه اوگوست در دوشنبه بودم، این همش رو با چشم خودم میدیدم، با سابق دوستانم که همکار ما بودن با اونا واخوری کردم، اونا همه با چشمشون میدیدن همینه، اما چی بکنن که اینا خودشون خواسته بودن و امروز خوب باشن اون چیزی که خواستن. یک دفعه یک مقال خوبی است که نادیده ها در آرمان و دیدگی ها پشیمان. خوب ما که اینشم دیدیم اونشم. موضوع دیگه این است که باز هم به استناد به اطلاعات رسانه‌های خبری میگیم که بدخشان و حتی بعضا بلکه اکثرا کل بدخشانی ها را به یک مافیای تریاک فروش و نشأمند تمغه میزنند و البته تخمین های هم صدا داده بودند که با این راه حکومت دوشنبه میخواست تابستان سال گذشته بدخشان را غصب نماید و همه مخالفین خود را در اینجا نابود کند. ولی از نظر شما این موضوع چگونه میتواند مطرح شود؟ خوب، یک حرف خوبی است که آتش که فتاد خشک و تر میسوزد، در حالی که در نبودن حاکمیت کامل، در موجود نبودن حکومت، البته جمعیت کامل اون است که در اونجا از عیاش تا عالم وجود داشته باشد و نیک و بد سایه یک دیگر که باشن. این هم است، اونش هم است و هر کدام با راهی است. این باید یک دستی توانا، یک مغزای پر جوش و پر پیکاره باشن که اینا را تنظیم کنن،
چون این دست‌ها نیستن از هر طرفم. اما از روزی چون در رسانه‌های خبری ما از این چیز آگاهی داشتیم و تا یک اندازه خواستیم یک پژوهش، یک کاوشی در اون انجام بدهیم، تا جایی رسیدیم که اکثرا واقعا راستی یک چیزای اتفاق افتاده که با چرخبال که هلیکوپتر که میگن مواد مخدره از بدخشان به تاجیکستان برده شده و به وزیر امروزه امور داخله که به مراتب و باز از دوستانمون که همیشه با اونا تماس داریم در این مورد چنین فکر میکنن که با این مواد مخدره یا تریاک به اصطلاح و راستی چند این چیز اتفاق افتاده. ما دلایل هم در دست داشتیم که چرخبال از بدخشان افغانستان البته تا به 8 تانه 2 تانه مواد مخدره به تاجیکستان بردن. خوب ارزن گنجش خورد و کلتک بیدانه امروز که بدخشان در پیش جهانیان که گویا زیر گناه هست به اصطلاح، خوب ما شاخ پرمیوه هستیم سر خم، اما مردم بدخشان مردم سالمی است و هرگز به مواد مخدره دست نخواهد زد، برای که اصلا ما رهبری هم نداشته باشیم که در این کار دست داشته باشد و پیشوایی هم نداشتیم، چون پیشوای امروزه تاجیکستان در این کار دست داشتد، وزیراش در این کار دست داشتن و بدون مواد مخدره نمیتونن زندگی بکنن. اونا لازم دارن اینا. خب برای اونا باشه نوش جونشون. در راه هستید مهمونی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. و سوال آخرین، حکومتداران امروزه دوشنبه امید به این میبندند و امید به این دارند و این پنهان هم نمیکنند، اکثرا آشکارا در این باره حرف میزنند که یک هدف آنها یعنی انداختن جدایی در بین مردم محلهای تاجیکستان و مردم بدخشان دسترسشون شده است و آنها امیدوار این هستند که این اختلاف به نظر آنها و یا این جدایی، این تفریقه امکانات میتید که در سر قدرت باقی مانند. شما به این موضوع چی نظر دارید؟ خب در این شهری که نامردان اسا از کور میدزدند، من از خوشباری اونجا محبت جستجو کردم. تفریقه انداز و حکومت کنین یک شعار فاشیستی بود که بعد اینا کمونیست‌ها استفاده بردن در مورد خودشون و اما نیچه را قبول نداشتن، چون اینا یک چیز میخوان و چیز دیگر را در نظر دارن. و امروز هم که تاجیکستان حاکمیت یک ذره حاکمیتی که داشته باشد حاکمیت ازبکستان روسیه است، در زیر شعار ایشون کار میکنن. برای اینا یک مشت بودن تاجیکستان خوب نیست، برای که این دست دادخواهی از گریبانشون خواهد گرفت و برای همین هم رزدیلی ولست و یا که تفریقه انداز و حکومت کن شعار اوناست. اما راستی ما در طول این 1.5 سال و این همه بدبختی و سیاهکاره را که به چشم خودمون دیدیم و پشت سرشون کردیم، این مثل یک دانشگاه 10 ساله یا که 100 ساله بود که چشم مردم ما را باز کرد و این یک محفلی بود که زرندودگان را با آتش برد و چهره واقعی مردم را به یک دیگر نشان داد و مردم تاجیک را در یک مسیر در خط سیر پیشرفت گذاشت. من فکر نمی کنم ملتی که خب ما که ملت تاجیک هستیم، ملت تاجیک ملت فارس است، پیش مکتب خوبی تربیت دارد و حکومتداری و سیاستداری دارد. ما که تاریخ دروزه یک تاریخ چغتایی نداریم و ما میتونیم باز اتحاد باشیم، اتحاد داشته باشیم، برای که بزرگی از بخشندگی است. امروز که مورد صلح، مورد گفتگو است، حتی با دشمن هم باید صلح کرد. ما که اصلا دشمنی نکردیم، برای که کسی نیست قدرت دشمنی ما را داشته باشد. ما همیشه برای آفرندگی کوشش میکنیم، نه برای قتل. فرشته نوروز، فرشته نوروز، ای پیک سبز پوش مسیح آدم، خوش آمدی به ملک خرابی من. ای دخت لال روی سمن افشان، بنشین بر روی چشم پرابی من. دیریست این زمین سیاه طالع،
از اشک دیده ها همه دریا بود، از خون پاک سینه معصومان در روی برف لاله شکوفا بود. جای نسیم عطر فشان تو غیر از نسیم آه چه می آمد؟ جای صدای تندر و بارانت جز تک تک سلاح چه می آمد؟ بر جای دانه زیر زمین چیزی جز جسم دادخواه شهیدان نیست. این گشنه‌های ساز محبت را جز دشت‌های خون دگر خوان نیست. خوش باش ای فرشته نوروزی در کشوری فسانه وحشت‌ها، در کشوری که هیچ نمی‌دانند جز قمقمی دغا و سیاست‌ها، در کشوری که دست خدا افروخت شمع ز نور معرفت و ایمان برفت، شمع فرو افتاد چون شمع واژگون سحرگاهان. بشتاب ای بهار و عطای کن، بر روح ما بتاب و فروغش ده، بر سینه ها دل ز دگر بخشای، وارستگی ز بند دروغش ده. بشتاب ای فرشته نوروزی بر عقلهای تیره انسان ها، برتاب آفتاب و صفای ده بر چشمهای خیره انسان ها، بر چشمهای خیره انسان ها. ما آینه جمال یزدانییم، در روح زمین نهال یزدانییم. گر خویش ندانیم ستور چندیم، گر بشناسیم کمال یزدانییم. یک عده برای خویشتن میگیرید، یک عده برای گور و کفن میگیرید. یک زمره وطن فروخته و خندان است، چندی دیگر بهر وطن میگیرید. از روز ازل ز خاک ترسیم شدیم، افراشته از امید و از بیم شدیم. اندر پی جسم رفته کامل گشتیم، اندر پی روح خویشتن نیم شدیم. اشعار نفسبک رحمانی با صدای خودی او شادروان در این پادکست صدا دادند و این مصاحبه بود و صحبت یا ملاقات در سال 1993. یادآور می شوم که 2 سال بعدش نفسبک رحمانی که اگر حیات با او وفا می کرد حالا می توانست یکی از بهترین شاعران تاجیکستان باشد، در افغانستان از دستی گفته می شود فرماندهی مخالفان رضوان صادر به هلاکت رسید. یادش بخیر و خدا نگهدار شما دوستداران پادکست گنج شایگان. تا دیدار بعدی، سلامت و سربلند باشید.